درود بیننده عزیز، چون معمول در این لحظه ها برنامه سرخط خبرهاست منظور شما. در چند دقیقه آینده ما درباره اشکار شدن 10 مورد نوی سیریت بیماری نورسایی مسئولیت بدن یا ویچ سپید در بین کودکان و نورسان تاجیک، طلاق گرفتن 14,000 زن در یک سال، نگرانی پیوندان محمد سلطان، کارمند سابق امنیت از سرنوشت او خواهیم گفت. همچنین یک خبر درباره پایان یافتن اقدام خیرخواهانه عبدالرحیم باباجانوف یا رحیم غرمی هم داریم که میگوید به بیش از 20 کس خانه تقدیم کرده است. یک زن در شهر بوستانی ولایت سوخت خود را با 2 فرزندش به دریا انداخته است. زن و یک فرزندش را از آب بیرون آوردند و کودک دیگر را هنوز نیافتند. در گذشته هم در تاجیکستان حادثه های به این مانند اتفاق افتاده بود. از جمله 2 سال پیش یک مادر 32 ساله از ناحیه یاوان با دختری 10 سالش خود را به دریای وخش انداخت و کشت. جزئیات خود را با فرزندانش به دریا انداختن مادر در بوستان را همکاران ما پیگیری دارند و اگر تفصیلات پیدا کردند حتما در این باره در برنامه اخبار 3 ساعت بعد برایتان گزارش خواهیم داد. ضمناً وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید سال 2021 در تاجیکستان تقریباً 14,000 جفت از هم جدا شدند. از این طلاق‌ها حدود 15,000 کودک نیمه یتیم ماندند. اگر با چشم دیگری به این امور نگاه کنیم می‌بینیم که در تاجیکستان هر روز 37 عائله و ماهی بیش از 1100 عائله ویران می‌شود. یکی از نمونه‌ها و سبب‌های از همپاش خوردن عائله ها را امروز در سیمای گلرفتار نازیم وی 47 ساله میبینیم که میگوید پیوسته شوهرش را میزد و بالاخره صبرش لبریز شد و با 4 فرزند از خانه فرار کرد. گریه میرن دخترکم اچھا میگم بگوی خیلی نگه آخی اداده مسلمان نمیدونم گیجا مراجعت کنم هیچی نمیدونم گیجا رفتن من نمیدونم. قصه گلرفتار رو در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم که بعد از 3 ساعت در وبسایت azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. بنا به آمارهای رسمی سال گذشته در تاجیکستان در بین کودکان و نورسان تا 18 ساله 30 مورد نوی سیریت بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن و یا ویچ را پیدا کردند. در آمار وزارت تندرستی که دسترسی رادیوی آزادی شد آمده است 30 گرفتاری نو را سال 2021 و هنگام تشخیص بیشتر از 10,000 کودک پیدا کردند و این رقم نظر به سال 2020 کمتر است. در سال 2019 در تاجیکستان 92 کودک و نوجوانی تا 18 ساله را ثبت کردند که از کدام راه ویروس نورسایی مسئولیت بدن با آنها سرایت کرده است. در مجموع در تاجیکستان سال 2021 بیشتر از 1100 کودک از گرفتاری ویچ شدند و نصف زیادی آنها یا 676 نفر را پسران تشکیل می‌دادند و بقیه را دختران. وزارت تندرستی میگوید که همه آنها رایگان معالجه می‌گیرند. صحبتمان را ادامه میدیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بازپس گرفتن نظارت جزیره زمینی تغییرات چشمگیر در وضع بحر سیاه است. او در مراجعه شبانه ویدیویی روز 30 ایون گفت که بازپس گرفتن جزیره ضمانت نمیدهد که روسیه دیگر باره برنمیگردد، ولی به هر حال عملکردهای نیروهای روسیه را محدود میکند. مسکو گفت که ادعای بازپس گرفتن جزیره اساس ندارد و نیروهای روسیه با نیت خیر جزیره را به اوکراین برگرداندند تا این کشور تواند محصولات کشاورزی خود را به خارج بفروشد. نظارت جزیره زمینی که 40 کیلومتر دورتر از ساحل اوکراین است به روسیه امکان میداد راهها به سمت شهر ادسا، یکی از بندرهای اساسی صادرات غله‌دانه از اوکراین را نظارت کند. پیوندان محمد سلطان مولانظرف یا محمد سلطان گفتند مهلت 10 روز حبس مأموری او به پایان رسید، اما او را رها نکردند و نمیگویند که در چه وضع است. این روزنامه‌نگار و افسر بازنشسته امنیت سالهای اخیر عملکرد مقامات قدرتی را تنقید میکرد. او روز 16 ایون امسال در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تا حال سبب دستگیر شدن و اتهام ضد او را نگفتند. یکی از خویشاوندان محمد سلطان به رادیوی آزادی گفت او وکیل مدافع ندارد و آنها نمیدونند که با او چی میگذرد. مقامات به واخوری نزدیکان و به خصوص همسرش اجازه ندادند. محمد سلطان 25 سال در کمیته امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. عبدالرحیم باباجانوف، یک تاجر ثروتمند تاجیک که با نام رحیم غرمی معروف است، گفته است که به برنامه خیریوی خود و یا تقسیم خانه به عائله‌های محتاج خاتمه می‌بخشد. عبدالرحیم باباجانوف در مصاحبه با آرزوی سایف خبرنگار تاجیک گفته است که تاکنون به بیش از 20 افراد بیخانه منزل زیست تقدیم کرده است. از جمله به هجونگاران معروف بختیار رحیموف و گلبهار غفارова که گفتند با دستگیری این صاحبکار صاحب خانه شدند. عبدالرحیم باباجانوف در روسیه سلسله از فروشگاه‌ها را دارد. ماه‌های اخیر مراجعت کمک‌خواهی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از افراد دارا و خیرخواه زیاد شده است. برخی از چنین اقدام‌ها که به گفته آنها می‌تواند به عادت تبدیل یابد تنقید می‌کنند. گروه دیگر افزایش اهالی محتاج و نیازمند در تاجیکستان را سبب زیاد شدن چنین مراجعت‌ها می‌نامند. دوستان عزیز، حالا درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم. امروز 1 ایول بانک ملی 1000 روبل روسی را با نرخ رسا 177 سومانی پیشنهاد میکند. $1 به 10 سومانی و 56 درم و 1 یورو به 11 سومانی و 2 درم برابر است. ما درباره قرب رسمی اسعار به شما معلومات دادیم. بانک های تجارتی میتوانند پول شما را با کورس پایانتر و یا برعکس بالاتر از این عوض کنند. بیننده عزیز، با امیدی که در برنامه اخباری آزادی هم با ما خواهید آمد، این نشر سرخط رویدادها را به پایان میبریم. تا ملاقات در برنامه دیگر، خود را احتیاط کنید.